چشم باز میکنم، یا شاید چشمی نمانده. بدنم روی زمین افتاده، دهانش نیمه باز، چشمانش خیره. من مثل سایه‌ای کنارش ایستادم. دستهایی از تاریکی بدنم را بلند میکنند. روحم مثل پر دنبالشان کشیده میشود. در فلزی غسالخانه باز میشود. بخار سرد بیرون میزند. تنم را روی تخت سنگی میگذارند. غسال آب یخ زده میریزد. سرما در روحم فرو میرود. دستهایش روی سینه‌ام میلغزد. هر تماس بخشی از وجودم را میکند. روی چشمهایم دست میکشد تا بسته شوند. اما در من، در روح من، همه چیز تاریک میشود. مرگ بی صداست، ولی دیدنش فریادی است که هیچ کس نمیشنود.